متهم قسم میخوره که دروغ نگه؟ کس ننه آدم دروغ. آقا فوش نده، ادب و رعایت کن. آقا اصلا کس ننه هر چی فوش بده و ادب و رعایت نکنه. قطعا تو عکسایی که اخیراً ازت اومده بود بیرون ریسیویل داشتی، چرا الان نداری؟ انیماتورای شما کنگو شدن، از من میپرسی؟ منطقیه. خب تو پرونده چند فقره جرم وجود داره که یکیش هم فحاشیه. من واقعا متاسف میشم وقتی هنرمندی مثل تتلو رو دستگیر میکنم. بابا شما که قدرت دستتونه اینو اعدامش کنید. چی میگی تو ویلی؟ اعتراض دارم، شما نمیفهمی سلطان تتلو فوش نمیده که. فوش نمیده؟ من کجا فوش دادم کس کشا؟ همین الان فوش دادی دلقک رنگی. نه شما متوجه نمیشین، سلطان فقط واقعیت ها رو میگه. او تو عجب مادر جنده خایمانی هستی. بیا همین الان فوشت داد. افکار پوسیدتون رو دور بریزید، مادر جنده که فوش نیست. من واقعا نمیفهمم وقتی امثال شما اینقدر زیاده چرا دارن موشکا رو میزنن تو اسرائیل. وکیل متهم دفاعی داری؟ به نظر من که این یارو باید اعدام بشه. سامان این موکلت ها؟ موکل چیه؟ یعنی باید از این دفاع کنی. آها، خب پس به نظر من این نباید اعدام بشه، اون باید اعدام بشه. میدونی فرق تو با تلویزیون LED چیه؟ چیه؟ تلویزیون LED فقط 16 میلیون رنگ داره. من اعتراض دارم. به چی؟ آقا ما تتلو رو بیرنگ فرستادیم ترکیه، نامردا دور رنگ پسش دادن، الان کی پاسخگوه؟ چی میگی ویلی؟ ولی خب بیرو هم نمیگه. چرا اینقدر تتو زدی؟ آقا ما اولش از کاداوار زدیم، خوشمون اومد، تو چشمون یه تتو قرمز زدیم. بعد چی؟ بعد همراه اول بسته بی‌نهایت شبانه گذاشت، ما هی دانلود کردیم، هی تتو زدیم. یعنی دیگه هر چی دیدی و تتو کردی رو خودت. نه یه سریاش رو من جا نشد، اونا رو زدیم تو سر. پروندت نوشته یه سری آهنگم داری که از نظر بار معنایی جرم حساب میشن. خانم وزیری؟ نه. خارکسته؟ نه. مادر جنده؟ اسم آهنگن؟ آره اواخر متای خوب نمیزدم، اسم کم آورده بودم. یه جا خوندی که خونه خوبه، خونه مامانم داره میده. لاشی اونجا میگه خونه خوبه، خونه بوی مامانمو میده. چی میگی؟ این بود. خب از لحاظ روحی الان نیاز دارم یکی آهنگ تو پخش کنه بزنم تو دهنش. خیلی عجیبه آهنگای منو دوست نداری. اینم عجیبه که از این دادگاه فیلم نمیگیری بذاری یوتیوب بگی تا وقت 100 کی نشیم اعتراف نمیکنم. الو سلام، نمیتونم از زندون درام. پلیس وقتی گرفتن چی گفتن؟ گفتن سلامتی اشیکاگان. آقا حداقل الان که جنگ شده منو آزاد کنید، یه بلنگو هم بدید دستم برام لب مرز به اسرائیل فوش بدم. پرونده چندین فقره هم بچه بازیه. آیا من نگران تتلو نیستم که میره زندان، نگران زندانیایی هم که تتلو میره پیششون. ان شاء الله قسمت خودت هم بشه. تا یه دادگاه دیگه، بدرود.